فیلم کاملا جدید عبدالعظیم بدخشی با جیگی شرف خسرش. عبدالعظیم بدخشی چطور در سینمای هند را پیدا کرده است و افشای حقایق عروسی عبدالعظیم بدخشی با دختر جیگی شرف و مسابقه کاملا جدید عبدالعظیم بدخشی در کشور هندوستان. من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد، یکی از چهره‌های ورزشی مشهور و ناماشنای افغانستان است که شهرت وی نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان آوازه است. عبدالعظیم بدخشی را به نام مرد نکوتی در افغانستان میشناسند. وی لقب‌های بیشماری و مسابقه‌های بیشماری به نام افغانستان در میادین بین المللی انجام داده است و همیشه نام افغانستان را بلند کرده است. عبدالعظیم بدخشی تحت حمایت خاص خانواده جیگی شرف یکی از مشهورترین و معروفترین چهره‌های سینمای هندوستان است. عبدالعظیم بدخشی با دختر جیگی شرف در رابطه عاشقانه است و قرار است این دو تا یک ماه دیگر ازدواج کند. عبدالعظیم بدخشی همیشه تصاویر عاشقانه‌اش را با این دختر هندی در صفحات مجازیش نشر می کند. این روزها تصاویر عبدالعظیم بدخشی در صفحات مجازی درز کرده است که قرار است وی در یک فیلم هندی با خسرش یک جا نقش بازی کند و قرار است عبدالعظیم بدخشی تا 3 ماه دیگر مسابقه جدیدش را با حریف روسیش در کشور هندوستان برگزار کند. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان عبدالعظیم بدخشی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.